سلام به همتون، خوش آمدید به یه ویدیوی مشاوره دیگه. بهمنیار هستم، مشاور تحصیلی و امروز میخوام در مورد استراحت بین مطالعه صحبت بکنم که واقعا میتونه مبحث بسیار مهمی باشه. ما تو ویدیوهای قبلی در مورد اینکه چطوری بیایم زمانبندی بکنیم مطالعه‌مون رو صحبت کردیم. توی ویدیو هم در مورد این صحبت کردیم که چطور میتونیم از مدیتیشن به عنوان استراحت استفاده کنیم. اما امروز خیلی مفصل‌تر میخوایم در مورد استراحت بین مطالعه صحبت کنیم و اینکه واقعا باید چطوری باشه و چطور باید اجرا بشه. ببینید بچه‌ها، درس خوندن یه کار ذهنیه. یعنی ما موقعی که داریم درس میخونیم ذهنمون خسته میشه. محققان اومدن روی موضوع واقعا کار کردن و به نتایج بسیار جالبی رسیدن. اونم این بوده که اگر ما داریم یه کار ذهنی میکنیم و ذهنمون خسته میشه، باید حتما برای استراحت یه کار بدنی انجام بدیم. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من درس میخونم برای استراحت گوشیمو دستم نگیرم و با گوشیم کار استراحت ها انجام بدم، چون این کار دقیقاً یعنی داریم به یک نوع دیگه ذهنمون رو خسته میکنیم. پس بهتره برای کار ذهنی، استراحت ذهنی، حتما کار بدنی انجام بدیم. حالا چطور باید این کار رو انجام بدیم؟ با دقت به حرفم گوش کنید. همونطور که در ویدیوهای استراحت به روش مدیتیشن براتون توضیح دادم که توصیه میکنم حتما این ویدیو رو ببینید، چون خیلی جالبه و میتونه بهت کمک بکنه. تغییر محیط میتونه استارت برای استراحت ما باشه. همونطور که گفتیم درس خوندن از ذهن ما کار میکشه و ذهن ما خسته میشه و ما باید با یک حرکت بدنی استراحتمون رو شروع بکنیم. تغییر محیط و قدم زدن میتونه یک راه بسیار مناسب برای استراحت کردن باشه. اگر ما شروع بکنیم به راه رفتن و تغییر محیط، عضلات ما شروع میکنه به کار کردن و ذهن ما ناخودآگاه استراحت میپردازه و ازش کاری گرفته نمیشه. این یعنی چی؟ ببین، خیلی از دانش آموزا عادت دارن موقعی که درسشون رو میخونن و میخوان استراحت کنن میرن سراغ گوشیشون و این خب باعث نمیشه که شما استراحت بکنید، چون داره به نوع دیگه ذهنتو دوباره درگیر میکنه. تو به اون مسائل، به اون چیزایی که داری میبینی داری فکر میکنی و ذهنت داره پردازش انجام میده. پس این نمیتونه یک استراحت برای تو باشه. حتما باید یک کار بدنی باشه. میتونه قدم زدن باشه، میتونه انجام حرکات کششی باشه که بسیار میتونم بهتون توصیه بکنم این کارو. چند تا حرکت کششی ساده میتونه اکسیژن رسانی بکنه به مغز شما، به ذهن شما و ذهن شما رو تازه تر بکنه. پس حتما قدم زدن و انجام حرکات کششی رو برای استراحت برای خودت حتما مد نظر قرار بده. بعضی از دانش آموزا هم عادت دارن که برای استراحت کردن موزیک گوش میدن. ببینید، موزیک خیلی کار حساسیه. شما بهتره که به موزیک‌های بدون کلام گوش بدید اگر میخواید موزیک گوش کنید، چون اگر موسیقی با کلام باشه یا موسیقی باشه که شما رو باعث بشه که شما همزاد پنداری بکنید با اون خواننده، با مطالبی که داره میگه، باز هم ذهن شما رو داره درگیر میکنه. اما موسیقی بدون کلام میتونه باعث آرامش شما باشه. حتما نباید حالا به صورت هندزفری هم باشه و شما توی گوشتون این موضوع رو گوش بدید. میتونه توی محیط پخش بشه و همزمان با اون راه رفتن، با اون قدم زدنه، با انجام حرکات کششی به این موسیقی هم گوش بدید. حالا من به شوخی به بعضی دختر خانم‌ها، حتی آقا پسرام، این توصیه رو میکنم. حتی میتونید به کمک خانواده برین و موقع استراحت کردن ظرف بشورید مثلا. خودش کار بدنیه و حالا هر کار بدنی دیگه‌ای که شما مد نظر دارید میتونید برای استراحت در نظر بگیرید. یک موضوع بسیار ریزی هم این وسط میتونم بهش اشاره بکنم که رنگ محیطی که شما در اون استراحت میکنید بسیار میتونه براتون حائز اهمیت باشه. جایی که رنگ‌های گرمتری استفاده شده میتونه به شما خیلی کمک بکنه، به آرامش ذهنیتون کمک بکنه. یا اگر تو فضای باز هستین، رنگ محیط، رنگ پارک، رنگ درختان و اون رنگ سبز میتونه به شما خیلی آرامش خوبی رو منتقل بکنه. در کل تغییر محیط و انجام کار بدنی باعث میشه شما یک انگیزه دوباره‌ای برای بازگشت به درس پیدا بکنید. ولی اگه درست استراحت نکنی و بخوای چندین ساعت پای درس بشینی و بدون استراحت کارتو ادامه بدی، که در مورد این موضوع توی روش‌های درست تقسیم بندی زمان مطالعه براتون مفصل صحبت کردم که توصیه میکنم ویدیوشو حتما ببینی. اگر این کار انجام بدی واقعا کیفیت نخواهد داشت مطالعات و حتما ضرر میکنی. درست استراحت کردن و اجرای درست استراحت میتونه به کیفیت مطالعه شما بسیار اضافه کنه و حتی تایم مطالعه شما رو در ادامه روز افزایش بده. امیدوارم که این ویدیو برات کاربردی بوده باشه
و ازش استفاده کرده باشید. سابسکرایب فراموش نشه، با بقیه ویدیوهای من همراه باشید. با امید دیدار.